آذربایجان از کهن‌ترین اقامتگاه‌های بشر متمدن بوده و به علت قرار گرفتن در شاهراه جاده ابریشم و دروازه آسیا و اروپا، محل تلاقی هنر و صنعت شرقی با دانش و فلسفه غربی بوده و از این رو زادگاه علوم و فنون و هنرهای بدیع در طول تاریخ است. موسیقی، سفال و معرق، منبت، باتیک و مینیاتور و اوج شکوفایی هنر و صنعت متجلی شده در فرش و قالی. فرش تابلوی عشق و هنر است که ایرانیان به زیر پا می اندازند. فرش به معنای گستردنی و قالی از ریشه ترکی گالین به معنای ضخیم داربافته‌های پرزداری است با گره‌های هنرمندانه و طرح‌هایی که تجلی بی‌واسطه زمین و خانه الهی است که با ذوق و تحسین نقش می‌بندند در دست‌بافته‌های مخلوق که دایره حیات خود را مفروش می‌کند به نمود دار الهی. ریشه‌های ستبر این هنر صنعتی و تجاری به حدی در این جغرافیا گسترده است که از اهالی هنر بیشترین هنرمندان این خطه به فرش مشغولند و از هر خانواده آذربایجانی حداقل یک نفر از فرش و زمینه‌های مرتبط با آن از استحصال و تهیه مواد اولیه گرفته تا رنگرزی و طرح و نقش و بافندگی و روفه‌گری تا فروش و صادرات ارتزاق می‌کند. مکتب فرش تبریز هم پس از دوره ایلخانی و تبدیل قالیبافی به هنری درباری و همینطور ظهور مکتب مینیاتور تبریز و به تأسی از آن رنگ و جلایی خاص و عرفانی به فرش داده است و قالی‌های آذربایجان را از کسب و کاری سنتی به مرتبه یک هنر جهانی رسانده است. از این رو تبریز عنوان شهر جهانی بافت فرش را به یدک می‌کشد. مواد اولیه فرش که حاصل پرورش دام، کشت پنبه و نوغانداری است، پس از ریسندگی و تبدیل به نخ با استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی با ذوق و هنر استاد رنگرز به صدها و هزاران رنگ زیبا در می‌آید. نخ‌ها به صورت کلاف یا خامه وارد کارگاه‌های بافندگی که در زبان محلی کارخانه فرش نامیده می‌شود شده، پس از چله‌کشی با دستان هنرمند استاد بافنده گره به گره بافته می‌شود. پرداخت کردن مرحله‌ای است که پرزها را هم اندازه کرده و سطحی صاف به فرش می‌بخشد. شست و شوب و دارکشی برای رفع اعوجاج و اصلاح ایرادات احتمالی و نهایتاً شیراز بافی فرش را آماده ورود به بازار می‌کند. روفه‌گری شغلی است که فرش‌های آسیب دیده را مرمت کرده و به آن عمری دوباره می‌بخشد. از مشخصه‌هایی که هنر صنعت فرش تبریز را متمایز از سایر نقاط می‌کند، می‌توان به عدم تقید به سایز و اندازه، همچنین ردشمار متنوع با گستره‌ای از 10 تا 150 رج اشاره کرد. تنوع رنگ، طرح و فرم و البته تلفیق سبک‌های مختلف و جسارتی که قدرت اقتباس از طرح و سبک سایر مناطق را به هنرمندان طراح و بافنده فرش تبریز می‌دهد نیز از شاخصه‌های فرش تبریز است. تمامی اینها موجب شده تا طی سالها شاهد تولید فرش‌های زیبا و در عین حال منحصر به فرد در کارگاه‌های بافندگی تبریز باشیم که حاصل خلاقیت و ابتکار طراحان و کارخانه‌داران در طرح و شکل و تکنیک‌های بافت است.
هنرمندان بسیاری هم از تبریز به سایر شهرهای کشور مهاجرت کرده و نقش بسزایی در احیای هنر فرش شهرهایی همچون کاشان، قم، مشهد و همدان داشتند. بازار تاریخی تبریز از اوایل پیدایشش مرکز تجمع تجار فرش، مرکز تهیه مواد اولیه، رنگرزی، پرداخت و رفوی فرش بوده و هنوز هم سراها و تیمچه‌های بزرگترین بازار سنتی سرپوشیده جهان اسلام چرخ اقتصاد هنر فرش را چرخانده و طبق سنت نیز سلیقه و خواست روز بازار را به تولید کنندگان می‌رساند. در کنار این سازوکار سنتی، امروزه کارخانه‌ها و کارگاه‌های مدرن بافندگی و رنگرزی صنعتی هم در تبریز فعال هستند. در کنار تبریز، جایگاه بی‌بدیل سردرود با تابلو فرش‌های چشم نواز و البته فرش‌های پرطرفدار روستایی هریس هم که هر یک به تنهایی در صنعت فرش حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند، حائز اهمیت فراوانی است. آموزش سنتی و سینه به سینه این هنر هم امروزه در تبریز صاحب دانشکده شده و علمی‌تر دنبال می شود. دانشکده فرش تبریز پرچمدار تولید دانش نظری و عملی فرش بوده و تلاش می کند سنت قالیبافی ایران را حفظ کرده و آموزش دهد. فرش تاریخی پازریک با گره‌های متقارن، فرش باغ بهشت تکه تکه شده و البته فرش زیبای سرو مقدس با نشانه‌هایی از اساطیر آذربایجان، شاهدان تاریخچه درخشان فرش در آذربایجان و نگاه تاریخی مردمان این خطه به فرش و قالی به مثابه هنری متعالی و ارزنده هستند. گفتند قالی جادو آدم را به سیاحت جهان میبرد، اما بهتر این است که بگوییم این جادوی قالی است که آدم را به سیاحتی تمام نشدنی در خود میبرد.